بیا با اونجا گذاریم. آقای فرهاد باید زود بیایی. گوش میکنم. من از چی بیخبر موندم؟ گپ زن. با من نگفته بودی که تو رو با اکرم شناس میکنم؟ این کار چی خیلی شد؟ من هیچ چیزی رو نفهمیدم. چیزی که تو نگویی حق است سینا. من حق بودن نمیخواهم اصلی. من تنها حقیقت رو دانستن میخواهم. تو رو دوست میداری؟ او از من بهتر است؟ بگو آخر. چرا گریه میکنی؟ اصلی نگر همش رو با من بگو. سینان من گفتن نمیتوانم. ببخش مرا. اگر میتوانستم میگفتم. ببخش که تو رو اینقدر عذاب دادم. التماس با من همش رو بگو. من به تو کمک کردن میخواهم. التماس اصلی. آنها در کجایه؟ در اینجا. ما در اینجا چیکار میکنیم ها؟ فرهاد ما همین خیل گفتگوی داریم. اجازت ده. مگر من به تو اجازت دادم؟ این خیل نکن. فرهادش همین است. این خیل نکن فرهاد. آرام شو. سینان دفع شو. سینان نکن. سینان خواهش میکنم. نکن سینان. آی ابله من تو رو میکشم پلید. برا شنیدی؟ خدایا سینان کمک کنید. خواهش میکنم یاری تجلی رو دیغ زنید. خواهش میکنم سینان. از این پس تو از خانه نمیبرایی. از این پس چشمان من نفسی من همراهی تو میشود. فهمیدی مرا؟ دیگر نفس نمیکشی تا وقتی که من اجازت ندیم. تا وقتی که من نخواهم تو گفتگو نمیکنی. تا وقتی که من اجازت سخن گفتن ندیم گپ نمیزنی. شنیدی مرا؟ کو بگو اگر خواهی بگو. آخر بگو. تو از این پس حق فکر کردن رو نداری تا من نگویم. فهمو؟ فکر کردن ممکن است. بجای تو من فکر میکنم. من تو چی دیوانه ای؟ گفتنی که من زنده مردم مانند باشم این چی معنی تو نصبی مرا داری. شنیدی مرا؟ تو نصبی مرا گرفته ای. مرا تو زنی شوهردار هستی. این فریب دروغ رو من نمیگذارم. تو زنی شوهردار هستی. این فریب دروغ رو من نمیگذارم. من نامم رو داغدار نمیکنم. شنیدی مرا؟ تو مرا شنیدی؟ تو همسری من هستی.